عزیزان میبینید که من در مسیرم یک رودخانه هست که مجبورم با توجه اینکه پل نداره مجبورم مسیر رودخانه را پیاده و بدون کفش طی کنم که چکمه هم نداریم، نمیشه پوشید. اینجا من کفشام رو در آوردم و آمادم که از مسیر آب حرکت بکنم و آبم یه مقداری سرد هست، اینطور دیگه ما عادت داریم به اون آب و هوا و طبیعت. آب هست تقریبا 80 سانتی متر داره. من پیاده عبور میکنم کنم که اون نقطه‌ای که لازم بود برم. بعد از گذشت از این رودخانه، از این دامنه ها بالا میریم و از طبیعت استفاده میکنیم. امروز 16 فروردین اومدیم دامنه طبیعت انشالله و همینطور که میبینید فعلا طبیعت در کبیرکوه فعلا سرسبز نشده. حالا بخشهایی از گیاهانی که زودتر رشد میکنن رشد کردن. این هم شهر زیبای میمه و اون هم طرحهای پرورش ماهی ما هستن. درختان بلوطی که در نزدیکی من میبینید و دارن کم کم سرسبز میشن و همینطور گیاهان مختلفی که این یک نوع گیاه دارویی بسیار مفید هست که از ساقه آن استفاده میشه و همچنین کنگر که باز از ریشه های آن استفاده میشه. اینجا من کنگر رو از زمین با استفاده از کلنگ کندم و این سر شاخاش رو خارهاش رو میبرم. وقتی که برش زدم این ساقه زیبا و خوش رنگ و خوشمزه قابل خوردن هست و ما ازش استفاده میکنیم به روش های مختلفی که آن را پخت میکنیم، یا در شیر و برنج میریزن، بعضی وقتا هم به تنهایی مثل بعضی سبزیجات اون را سرخ میکنن و استفاده میکنن. این گیاه هم که گفتم دارویی هست، ساقه آن را در میاریم، یک پوستی داره، پوستش رو در میاریم و از ساقه آن استفاده میکنیم. خوشمزه و تیز هم هست. خب این مسیری است که ما برای چیدن کنگر و گیاهان دیگه‌ای که اینجا داشت استفاده کردیم. باید پیاده روی های زیادی انجام بشه، از دامن ها بالا رفت، سر بالایی ها، تا اینکه بتونی به اون نقطه مطلوب برسی. اینجا انواع گیاهان هست، اینا رو که میبینید گون هستن و این هم گل های زیبای گون. به زبان محلی ما بهش میگیم گوون و از گل هاش هم بعض موقع استفاده میکنیم میخوریم. ریشه یک نوع از این گون هست که از این کوتاه‌تر است، اون کتیرا داره که قبلا مردم کتیرا میچیدن، سمقی داره که بسیار هم قیمتی هست.